سوال این است که در کدام مسجد نماز گذاریم، در مسجد 20 رکعته یا در مسجد 8 رکعته. المهم این است که کدام مسجدی که آرام طبق سنت میخواند در همون مسجد خوانید، فقط همین که از نیم نماز خسته نروید. مثلا مسجد 20 رکعته باشد 8 رکعت خوانده نروید. اگر 8 رکعت خوانده روید شما درجه مفضول را از افضل اختیار کردید. افضل این است که همراهی امام تا آخری نماز ایستادن است، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیله. آدمی که همراهی امامش نماز خواند تا برگشتن امام، یعنی تا آخری نماز جماعت، همراهی جماعت اگر نماز خواند نماز شبی پوره نوشته میشه. مثلا 20 رکعت نماز خوان امام، 3 رکعت ویتر، 23 رکعت تا آخرش ایستادید، ویتر هم که خواند بعد برگشتید، در این صورت برای شما نمازی کامل نوشته میشد، نمازی پره.